آیا کراتین باعث ریزش مو میشود یا خیر؟ اول بریم نظر گوگل و چت جی پی تی رو پرسان کنیم و بعد نظر شخصی خودم میگم بعد از 5 6 سال تجربه ورزش که بیشتر موقع هم کراتین استفاده کردم. طور خلاصه نظر گوگل: کراتین به طور مستقیم باعث ریزش مو نمی شود، اما ممکن است در برخی افراد با زمینه ژنتیکی ریزش مو از طریق افزایش DHT این عارضه را تشدید کند. همچنین کراتین تراپی مو می تواند به دلیل مواد شیمیایی و حرارت بالا به مو آسیب زده و باعث ریزش مو شود. این نظر گوگل است. بریم ببینیم نظر چت جی پی تی چی است. امروز هیچ مدرک علمی قطعی وجود ندارد. نظر چت جی پی تی که نشان دهد که کراتین مستقیما باعث ریزش مو می شود. کراتین چیست؟ کراتین یک ماده طبیعی. اینجا کوتاه توضیح داد که اصلا کراتین چی است. کراتین یک ماده طبیعی در بدن است که در عضلات و مغز وجود دارد. همچنین به صورت کمبل ورزشی برای افزایش قدرت و حجم عضلات مصرف می شود. چرا بعضی فکر میکنن کراتین باعث ریزش مو می شود؟ یک مطالعه کوچیک در سال 2009 در آفریقای جنوبی نشان داده که مصرف کراتین ممکنه سطح DHT، همون چیزی که گوگل گفته بود، رو افزایش دهد. یک نوع هورمون مردانه‌ای که با ریزش موی ژنتیکی مرتبط است را افزایش دهد. اما این مطالعه فقط روی 21 نفر انجام شده بود. تا اکنون هیچ تحقیق بزرگ و تایید شده دیگری این نتیجه را تکرار نکرده است. حتی اگر DHT کمی بالا برود، این به معنی ریزش قطعی مو نیست، مگر اینکه فرد زمینه ژنتیکی ریزش مو را داشته باشد. این هم نظر چت جی پی تی بود و نظر گوگل. نظر شخصی خود من چی است؟ از تجربه اگه صحبت بخوایم بکنم، 5 6 سال، همون رقمی که اول ویدیو گفتم، 5 6 سال است من تمرین میکنم و بیشتری از موقع، یعنی 3 4 سال شاید ما کراتین گرفته باشم. حالا خب بعضی موقع یک استراحتی بین مکملات میدم، ولی خب در مجموع سالهای زیادی کراتین استفاده کردم و همین رقم که میبینین موهای من هنوز زیاد سر جایش هسته و هیچ علائمی یا علامتی از ریزش مو خدا رو شکر پیدا نکردم. و البته اینم بگم پدر من مو داره، یعنی کچل مچل نیست، شاید هم ژنتیکی باشه، ولی خب این تجربه شخصی خودم است. ولی نظر گوگل و چت جی پی تی هم همین است که به طور مستقیم باعث ریزش مو نمیشه کراتین، به غیر اینکه نفر ژنتیکی ریزش مو داشته باشه و این باعث شود که بیشتر ریزش مو پیدا کنه. ولی به طور خلاصه اگه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، کراتین باعث ریزش مو نمیشه. خب این خلاصه کل این ویدیو.